فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خیلی از بینندگان در مورد قربانی، مسئله قربانی سوال کردن که آیا قربانی کردن واجب است؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در مورد قربانی این امر یک امر مسلمی هست که قربانی کردن یکی از شعائر الهی است و یکی از دستورات و احکامی هست که در دین مبین اسلام مشروع است. فصلی لربک وانحر، این آیه را بسیاری از مفسرین ناظر بر اعمال روز حج میدونند، روز عید قربان میدونند، به معنی ذبح کردن حیوان و قربانی کردن هست. و همچنین در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از عمل ایشان ثابت شده که ایشان در حیات خودشون همیشه قربانی میکردن. به طور مثال در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم این 2 گوسفند سفید ضحى النبی صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده، که رسول الله صلی الله علیه وسلم در یکی از روزهای عید قربان 2 قوچ سفید و زیبا که شاخ داشتند اینها را قربانی کرد. این روایت متفق علیه و صحیح است در میان صحیح بخاری و صحیح مسلم. پس بنابراین هم از آیات قرآن این قربانی کردن ثابت هست و دلیل دارد و هم از عملکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. در مورد حکم فقهی این عمل که آیا قربانی کردن جزء واجبات هست یا جزء مسائل دیگر هست که سنت قرار میگیرند در دین مبین اسلام، قول راجح و قوی که دلایل قوی و صریح در این زمینه وجود دارد این است که قربانی کردن جزء سنت های مؤکده هست، سنت هست و بر روی این رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید کردند که مسلمانان در این روز باید کسانی که توانایی دارند قربانی بکنند. و این مطلبی که عرض کردن یعنی سنت بودن قربانی در روز عید اضحی یا عید قربانی، این نظر جمهور اهل سنت و الجماعت هست. امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم و بسیاری از صحابه و تابعین نظرشون بر این هست که قربانی کردن در عید اضحی جزء سنت ها هست و جزء فرایض و واجبات نیست. دلیلشون هم روایت مشهوری هست در صحیح مسلم که حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها نقل میکنند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا دخلت العشر و اراد احدكم ان یضحی، اگر 10 روز اول ماه ذوالحجه آغاز شد و کسی از شما تصمیم داشت، اراده داشت که قربانی بکند، و اراد احدکم ان یضحی، که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماند هر کسی که می‌خواست قربانی بکند و 10 روز اول ماه ذوالحجه فرا رسید فلا یمس من شعره، در روایت دیگر هست فلا یأخذ من شعره و اظفاره که روایت صحیح مسلم هست. و اون چیزی که در این حدیث مورد استدلال هست این هست که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که و اراد احدکم ان یضحی، اگر کسی خواست که قربانی بکند. این صراحت دارد بر این که در واقع قربانی کردن واجب نیست و بلکه یکی از سنت هایی هست که در این روز مسلمانان می توانند آن را انجام بدهند. اضافه از این مطلب در میان اقوال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو ما فراوان داریم از حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما و بسیاری دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که قائل به وجوب و فرضیت قربانی کردن در عید قربان نبودند بلکه آن را سنت میدونستند. به طور مثال روایتی هست در مصنف عبدالرزاق با سند صحیح هم نقل شده. این روایت از حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه است که میگوید که اینی لأدع الاضحى، من قربانی کردن رو ترک میکنم، یعنی عمدن من قربانی نمیکنم. و اینی موسر، در حالی که من توانایی دارم، مال و ثروت دارم، میتونم قربانی بکنم، اما من این قربانی رو انجام نمیدهم. مخافت ان یرا جیرانی انه حتم علیه، مخافت ان یرا جیرانی انه حتم علیه، از ترس این که مبادا همسایگان من گمان بکنند که قربانی کردن بر من واجب هست.
میگه من ثروتمند هستم، مال دارم، اما عمدن و قصدن من قربانی نمی کنم، به خاطر این که همسایگان من تصور نکنند که این قربانی کردن بر من واجب هست. این مطلبی که من عرض کردم دیدگاه عموم اهل سنت و الجماعت هست. مذاهب سگانه اهل سنت و الجماعت که عرض کردم، مذهب امام مالک و شافعی و احمد رحمهم الله تعالی اجمعین. و دیدگاه دیگری در این زمینه وجود داره که مذهب امام ابو حنیفه، یا به تعبیر دقیق‌تر دیدگاه امام ابو حنیفه و برخی از ائمه و علمای مالکی هست که قربانی کردن رو بر کسانی که موسر هستند، یعنی زکات بر اونها واجب هست و ثروتمند هستند، بر این افراد این قربانی کردن رو لازم میدونند. و دلیلشون هم حدیثی از جندب ابن سفیان رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من ذبح قبل ان یصلی فلیعد، هر کسی که قربانی خودش رو قبل از نماز ذبح کرده فلیعد، دوباره قربانی بکنند. اگر قبل از نماز عید کسی قربانی کرد فلیعد، دوباره اون قربانی رو اعاده بکند، چیز دیگری ذبح بکند، فلیعد مکانهما اخرى و من لم یذبح فلیذبح. این روایت صحیح از در صحیح بخاری و صحیح مسلم است. منتها از این روایت صراحتاً وجوب قربانی ثابت نمی شود، بلکه تنها حکمش این هست که در این نهایت چیزی که از این روایت ثابت می شود این است که اگر کسی قبل از نماز عید قربانی بکند، قربانیش به عنوان قربانی ثابت نیست و بعدی که قربانی دیگری به جای اون در واقع ذبح بکند. و همچنین در روایت دیگری استدلال شده که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه من کان له ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، هر کسی که توانایی داشت که قربانی بکند و قربانی نکرد، پس به عیدگاه ما و محل نماز ما در واقع نزدیک نشود. از این روایت استدلال کردن. این روایت رو ابن ماجه روایت کرده، منتها این روایت ضعیفی هست. گذشته از این که روایت ضعیفی هست و یعنی مرفوعاً، یعنی نسبت دادنش به رسول الله صلی الله علیه و در سندش ضعف وجود داره. و اون چیزی که صحیح است این از قول خود حضرت ابو هریره رضی الله تعالی گفته ابو هریره هست و نه گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین بنابر دیدگاه عموم اهل سنت و الجماعت به خاطر دلایل قوی‌تر و صریح‌تری که در این زمینه وجود دارند، قربانی کردن سنت مؤکده هست و واجب نیست.